بسم الله الرحمن الرحیم. محمد یونس ملک زاده هستم، یک تن از مسئله انستیتوت ساختمانی جیدوزی. امیر که میبینید در کل یک شهرک ما جور کردیم که این رستوران است، شفاخانه است همراه با هلیکوپتر و این خانه رهایشی یک بلاک است، خانه رهایشی و مسجد، هتل، فابریکه قالینسازی، نمایشگاه موتر، برج، تمام چیزا در این شهرک شامل می باشه که ما در کل ایره در حدود یک سمستر یعنی 4 ماه ساختیم و زحمت بسیار زیاد بالا ازی کشیدیم و تمام اینا از بودجه شخصی محصولا ساخته شده. و همچنان دیگه فابریکه قالینسازی است که سه پروژه ما مورد تایید قرار گرفته، مورد تایید اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی که از جمله نمایشگاه موتر است، فابریکه قالینسازی است و ویلا است که خانه رهایشی است که تمام اتاق خواب، مثال جیم، کتابخانه، تمام چیز او شامل است و این هم میبینید یک مکتب است. دیگه در کلی ما گرفتیم یک شهرک جور کردیم.